در این قسمت برنامه ایران شرقی بعد از کالبدشکافی واژه افغان به کالبدشکافی تحمیل هویت افغان بر پارس‌های خراسان در ایران شرقی می‌پردازیم. همونطور که در برنامه قبلی گفتیم، در تمام متون کهن از حدود العالم تا نوشته‌های مسافران واژه افغان صرفاً به قبایلی اطلاق می‌شد که به عنوان مهاجرین چادرنشین در حاشیه کوههای سلیمان در مناطق مرزی ایران شرق می‌زیستند که بعد از قرن 16 به مرور زمان از مناطق مرزی وارد مناطق شرقی ایران شهر شدند. بنابراین شما در هیچ جایی از تاریخ سند را پیدا نمی کنید که واژه افغان و هویت افغان به غیر از همین قبایل افغان برای عموم مردم، مخصوصاً پارس‌های ایران شرقی به کار رفته باشد. تا پسا حدود یک قرن جدایی ایران شرقی و محدود شدن این جغرافیا زیر نام جعلی افغانستان در دوره ظاهرشاه، شاه هندی اصلی افغان‌ها. دقیقاً اینجاست که پس از امضای معاهده دیورند وقت ظاهرشاه به تخت کابل تکیه میزند، برای اولین بار در سال 1936 تا یک مکتوب رسمی دست به تحریف زده و خود و مردم افغان را پشتون و زبان خود را که افغانی است پشتو می‌خواند. پس از اندی سال کار از یک مکتوب برای تغییر نام فراتر می‌رود و ظاهرشاه عملاً آن را وارد قانون اساسی می‌کند و نام قبیله خود را بر پیشانی تمام مردم مخصوصاً بومیان این سرزمین با استفاده از قانون می‌کوبد. او عملاً در سال 1964 میلادی با استفاده از سران قبایل افغان در شورا با تصویب قانون اساسی نام زبان پارسی را از فارسی به دری، نام قوم خود را از افغان به پشتون، نام زبان خود را پشتون و نام قوم خویش را که عملاً افغان است را به عنوان هویت ملی تحمیلی بر تمام ملیت‌ها در این جغرافیای اشغالی درج قانونی اساسی کرد و خود این قانونی اساسی که در واقع قانونی جعل و تعریف هویتی بود را امضا و توشیح کرد و پس از آن همه مردم را افغان و خود را پشتون خواند تا هم بتواند با زبان پارسی رقابت کند و هم هویت پارس‌های ایران شرق خراسان را از ایران شرق جدا کرده و از بین ببرد و سوی هم خود را به پشتون‌های پاکستان مرتبط جلوه بدهد.